ببین، ذهن شما یه دیوار فرض کنین، یه دیوار که روز اول سفید بوده، البته خب سفید نبوده ولی خب بعدا در موردش صحبت میکنیم. ولی در نظر بگیرین یه دیواری دارین و هر روز که ازش میگذره، حالا به واسطه محیط، به واسطه دستی که روش میکشین، به واسطه اتفاقاتی که میفته، نمیدونم تابلوهایی که بهش، برچسبایی که بهش میچسبونین و همه اینها، این روز به روز آلوده و آلوده و آلوده تر میشه. و شما یه روزی تصمیم میگیرین که اوکی، این دیوار خیلی آلوده است و من مهمان دارم یا هر چیزی، میخوام یه تصمیم مهم بگیرم، میخوام ازدواج کنم، میخوام هر چیز دیگه و نمیتونه این دیوار به این شکل باشه. چند تا تصمیم میتونین بگیرین. یک، یه پرده بزنین روش. دو، یه قاب عکس بچسبونین روی اون خرابی‌ها و کثیفی‌ها. سه، یه سطل رنگ بگیرین روش رنگ بزنین. چهار، یه نقاش بگیرین و اون بیاد در واقع اونو یه خورده تمیز بکنه، سنباده بکشه و روش رنگ بزنه. و پنج، یه نقاش حرفه‌ای بگیرین بیاد به شما بگه این زمان بره، اگر میخواین درست بشه، سنباده بگیره، کامل اون دیوار رو تمیز بکنه، بعد روش اون جاهایی که به هم خورده رو مرتب کنه، بتونه کاری بکنه و بعد روش رنگ بزنه. این تصمیمش با شماست. شما میتونین تکنیک های مدیتیشن زیادی توی دنیا هست که انتخاب بکنین. مهم اینه که شما میخواین چی کار بکنین. اگر میخواین یه پرده فقط روی اون کثیفی‌ها بکشین، تکنیک های زیادی هست. یه شمع کنارش روشن بکنین و ذهنتون رو در واقع، چشمتون رو ببندین، تصور کنین وای الان پشت این دیوار یک بهشتیه و یک اقیانوسیه و صدای پرنده ها رو تجسم بکنید و از اینجور چیزا. اون پرده هست. ولی اگر میخواین کار حرفه‌ای بکنین و ذهن رو از تمام آلودگی ها پاک بکنین، کار بسیار سختیه ولی لذت بخشه. شما مطمئنین روزی که تموم میشه دیگه شما یک دیوار تمیز دارین. و یه تکنیک خوب، تکنیکیه که سنباده بگیره و اینو تمیزش کنه. خیلی ها انتظارشون از مدیتیشن اینه که واو یه حال خوب و یه رویای خوب و یه اقیانوسی و پنجره‌ای و اینا، صدای پرنده‌ای و موسیقی و اصلا اینطور نیست. مدیتیشن